امروز تو این ویدیو تمام مزایای پرایم رو خریدم. اما چرا؟ قراره تمام مزایای پرایم رو بدیم به مردم تست بکنن و نظرشون رو از 1 تا 10 به ما بگن. اما یه شرطی داره. خب برای اولین تارگت رو بردم، بچه‌ها بدم تست بکنن. عمرن اگه بفهمن چیه امینو بگیر. پرایمه. بابا ریدم تو ریاکشنتون ناموسن. من چه ریاکشنی باید بینه؟ پسر خب میدونی اینا چنده؟ نفری یه دونه انتخاب دارید. بقیه‌شو میدیم به مردم. مردم. آقا الان هوش مصنوعی اومد میتونه قیافه منو عوض کنه اول خودم بخورم. چنده خب؟ 300 تومن تا 400 تومن. دونه ای. حالا ریاکشنشون قشنگ شد. همین مزه مورد علاقت انتخاب کن. نفری انتخاب من کن. بارسلونا رو برمی‌دارم. کدوم؟ مزه اونجا یامالمون. اینم مزه چرا کن. این چیه؟ این میخوره خوشمزه. من اینو زیاد اینو من خودم خوردم خیلی آشغاله. طعمشو کجا میزنه؟ این طعم چیزیه که اسمش بارسلونا، یعنی طعمی نداره. فقط بارسلونا. واقعا با طعم اونجا فیلیگه. واقعا این چیه؟ جلوبری خوری بیا تو هم رئال بگیر دیگه. ببین اینم مثلا رئال بود. آها اینم تیمه ها. اینم تیمه ها. وایسا اینم اون تیمه. تیمه لیورپول دی. آرسنال احمق. این آرسنال با این توت فرنگی و موزه. اینجای آه، ویدیو من که دوست گفتی دارم. اینا رو نه، خرید آرسنال کات کن بگو پرایم اسپانسرمونه. چیه؟ یوونتوسه؟ نه لیورپول وایو. اطلاعات فوتبالیتون 10/10. بابا انتخاب کنید تو رو من که قرآن. انتخاب کردم. صورتی؟ بارسلونا. انتخاب همه صورتیه ولی ولی که من حس میکنم زیاد تفاوتی با هم ندارن این خوشگله رو آفرین اونم منفی 400 تومن. آخرش میشمونم و 12 تا تحویل دادم 12 تا تحویل میگیرم. Welcome to the world of most iconic. هادی آرسنال میخواد. بیا. هادی آرسنال. منم این انتخاب میکنم. الان باید چیکار کنیم؟ الان باید بخورید 1 تا 10 امتیاز بدید. برای همدیگه هم میتونید بخورید. پرایماتو برای پرایم. حاجی بیا نوتریشن اینفورمیشن رو از من که نباید بگیری. آقا واسه انرژی 16 کیلو. حاجی که الان تو با چه؟ آلوورای فکر کنم. ببینم بو بده. بخورید. آلوورای سنگینی. چه بوی میده. بخور. بسم الله. بسم الله. فکر نکنم این مفید باشه حاجی. اصلا مزه انرژیزا نمیده. اصلا مزه. ولی کالریش خیلی کمه. مزه آلوورا هم نمیده. خب چی واسه چی 400 تا پول دادی؟ چی داشتی که واسه 400 تا پول دادی؟ بهش میگه محتوا کانتنت. بریم سراغ بعدی. خراب نشده باشه. نه اینا تاریخ داره 2024. من بخورمش. من ترشه. ترش شیرینه. بعد همونه. همش یه مزه. همون مزه است. همش یه مزه است. بدید انداختن بده. واقعا میگی بهتی؟ داداش همش وارد برامین پرسید. به قرآن نه بابا وایسا، در وایسا. اون رو این بستی. وایسا مهم نیست. هادی بیا اینو بگی. هادی اینو بگی. پسر خوب اینا یوکی اومده. این خوشمزه است. متی اینم همونه. نه میگم ته مزه‌شون یکیه ولی بیا فرق اینا رو پیدا کن. اینو گفت خیلی آشغاله، اینو گفت خیلی پارسا به خوبه. خاطر اعتباری که برای داداش فیلیک قائلم. حالا بعدی هم فکر حالا نکنم. اینو بخور. اینو مهدی گفت خیلی خداه. بعد اینکه اونو خورد. تفاوتش هم مزه آدم سی میده که پیدا مونده کنی. ته لیوان. آدم سونده ته لیوان. چه فرزنده. آقا پیشو نگیر شما دیگه برادر. تفاوتی داشت. یکم فرق داشت این تو بود. این چه گوشی هم بده. این بوش خوبه بو موز میده. پس میگیره. عوض 1 تا 10. من واقعا به این نتیجه رسیدم که اینکه مردم میگن نوشیدنی و چیزهای خوردنی توی ایران خیلی خفن تره. واقعا حق اینو اینو بشنو. توی خارج از واقعا ایران یه دونه از این میگن این پشمام. هدفش این بوده که بیاد با کالری کم به تو انرژی بده. راست میگه اینم در نظر بگیره. الان این 27 کالری. داداش بیا بریم دو قابلی بخور انرژی اولی بگیری. 100 کالری داره. پشمام. 18 کالری داره. الان یه دونه لای چقدر کالری داره؟ 150. 105. یه دونه کینگ چقدر کالری داره؟ خیلی. چرا لوگان پالو قضاوت میکنی؟ چرا با کفشش راه نرفتی؟ آقا قهوه چقدر کالری داره؟ نداره. مادر قهوه چطور؟ ویتامین ای داره، ویتامین B6 داره. همه ویتامینا رو نوشته باز ولی همش جلوش صفره. سوی همش صفر. همش صفر. فقط نوشته که اینا رو میتونسته داشته باشه. 140 میلی گرم پتاسیم داره. 140 میلی گرم. پتاسیم واسه کجا خوبه؟ سلام. پتاسیم برای کجای بدن خوبه؟ سلام. پتاسیم برای سلامتی کلی بدن مهمه، اما به طور ویژه برای عملکرد درست ماهیچه‌ها و بیا. اعصاب.
بابا خفه شو دیگه. واقعا آدم ابلهی هستی. ماهیچه، اعصاب، تنظیم فشار خون. یه لحظه وایسا. توی طول روز یا توی طول ماه چقدر باید بخوریم که برای بدن خوب باشه؟ چقدر منطقیشه؟ یه ویتامین سیه. خفه شدی. مقدار پتاسیم مورد نیاز بدن معمولاً برای بزرگسالان حدود 3500 تا 4700 میلی گرم در روزه. البته میلی گرم در به روز. شرایط فرد مثل سن، جنس، سطح فعالیت و وضعیت سلامتی کمی متغیر باشه. اگر رژیم غذایی متعادل داشته باشه معمولاً به راحتی به این مقدار میرسیم. 140,000 میلی گرم. 140 میلی گرم. نه گفت 3000. 3000 آقا باشه 3000. توی طول روز کل اینو باید بخوری که تامین بشه. هادی یک داده چقدر بهش میدی؟ 4. عباس تو چقدر؟ خودم هم 3 میدم. یک داده واقعا ارزش خرید می‌خورم. نداره. یک داده خودت چقدر بهش نمره میدی؟ یه عکس بهتون نشون میدم. اینو میشناسید؟ نه. جدی نمیشناسید؟ چیز نیست؟ فکر کنید. آره جیکو. نه داداششه. جکپا. نه لوگان پاول آفرین. حالا این کیه؟ کیسا؟ کیس بابا این همه رو میشناسید. خب اینا با هم یه چیزی زدن خیلی معروفه. پرایم. خوردید حالا؟ خدا رو شکر. حالا چشاتون رو ببندید. از تو اون شانسی برمیاد. خب حالا بخورید و یک داده بهش عدد بدید. خوبه یا بده؟ آره. یک داده؟ 7 خیلی شیرینه اصلا چی؟ همش قنده کالریش نه کمه. اصلا کالری. اوه که کالریش من خیلی شیرینه بعد مزه است اصلا خوب چند بهش میدی؟ 2 این واقعا خوب نبود این دوتا پس خیلی بدمزه بودن. به قیمتش 400,000 تومان میارزه. اصلا منم موافقم. آقا اینو میشناسی؟ این یوتیوبره چیه؟ جک پول بود یا جیک پول؟ این داداششه. چی جیک اسمه؟ پوله. نه ل داره. وایسا جی داره او. توش لوگان پول. لوگان پاول آفرین. حالا این کیه؟ اینم KSI فکر کنم. آف بابا دمت گرم. همه میشناسه. خب این دوتا با هم یه محصولی زدن خیلی معروف شده. پوشیدنی آفرین پراید. آفرین. الان چند تا مزه مختلفش تو اینه. خب شانسی وردار و امتحانش کن. دوستان با اجازه این کدوم مزهشه؟ این روی سه آیس پاک. آیس پاک. نظر واقعی تو بگو. خودمونم میدونیم یه ذره. واقعا داداش سه واقعا سه. واقعا سه. آره. خیلی پیشنهاد خوشحال نمی‌کنی. بود واقعا. پیشنهاد نمی‌کنی. کسی 400,000 تومان پول نمیده. اصلا داداش اصلا. من الان حیفم اومد سر ویدیو اصلا 400 تومن ضرر قربونت زدم. برم عشق داشتی. شبیه لوگان این چی؟ محصول مشترکشون چیه؟ یه تست بکنید و یک دادم. ببینیم ارزش خرید داره. من خودم تست کردم. واقعا مزخرفه با احترام. میخوام نخرم. من خودم اشتباه کردم خریدم میخوام بقیه دارید ویدیو میگیرید آره. که نخرن. آره آفرین. چرا همچین کاری دارید؟ کار خیلی دیگه. 18 کالری داره. نمیارزه. ببین انگار پاستیل خرسی پاستیل خرسی و آبش. پاستیل آب کرده مایه. محصول سیاه‌پوستا عالیه یک دادم. یک دادم. باباری کرد. جدی. نه؟ بذار نپذیرم خودم. یه دقیقه اینو بگیر، اینم بگیر ببینم. پول خوردی مثلا آشقا. فکر کنم رفاقتتون این قطعا یک دادم. یک دادم. اینم امتحان کنم باختم اون بهتر بود. این بهتر بود این آره. قابل تحمل‌تر. یک دادن نگفتی خدا پیرم جدی گفتم این 10 این 10 خب اینم 10 همش منفی داره چی؟ همش به رنگش میره نه اصلا من برمشت فکر نکردم نخره آقا نخره